سلام. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، به جا باشه و برای امیدواری هنوز رزق و روزی‌های درونتون رو داشته باشید. گاهی با خودم فکر میکنم که چطور ممکنه که آدم‌ها رو ما با شناخت‌های کوچکی سیاه کنیم. رنج‌ها رو سیاه کنیم و بارقه‌های امید رو بلد باشیم که میون تاریکی خاموش کنیم. اما شاعرهایی هستن که میون رنج‌هایی که داشتن، میون تکه نورهای سیاه آدم‌های دیگه که براشون ایجاد کرده بودن، اومدن نورها رو با ظرافت اون غم پیوند زدن و فروغ واقعا جزو همون آدماه، از همون آدمایی که غمو میشناسه، با پوست و استخونش، با قلبش، با اون حسی که فراتره، خیلی بداه هست، خیلی تازه و نوعه، خیلی با دستهای آدمها، با رسشهای آدمها پیوند میده این شعرهاشو. با خودم میگم که چطور ممکنه که شعرهای آدمها اینقدر روی نفوذ بصری، جسمی، فیزیکی، عقلی، قلبی یه آدم اثر بذارن که یه آدم بعد خوندن یه شعر پاشه برگرده به گریه‌هاش نگاه کنه، برای خاطرهاش حرف بزنه، به قصه هایی که شنیده نشده گوش بده و به حرفایی که تموم نشده فکر کنه. میخوام به اینجوری بگم که گاهی اوقات آدم‌ها خودشون شعرن. صبح بلند میشن با تمام ناراحتیشون، وقتی که بلند میشن آخرین ستاره درونشون رو به زور دستشون گرفتن. تلو تلو خورن میرن سمت اینکه یه کتاب بخونن یا شعر اول صبح یه فالی براشون در بیاره یا بدونن میخوان چی کار کنن. شعر رو که باز میکنن با تمام دردهاش گریه میکنن. این خود شعره. به جای شعری که میخونن، خود اون آدم های شعر بی‌نظیرن که دارن در مورد یک زندگی حرف میزنن، در مورد دندونای لق پوسیده شده‌ای که هیچ وقت برای خوردن اون رویاها دست بردار نیستن، ولی اون آدم‌ها نیاز دارن به تکه نورهایی که سیاه کردن آدمای دیگه که خودشون برشون دارن و اون نورها رو خودشون سفید نگه دارن و اون نورهای کوچیک به زندگی برگردن، به استخونا، به دستها، به شعرهایی که نگفتن، به آدمهایی که دوست داشتن و خداحافظیشون رو دیدن، به آدمهایی که وقت رفتن بغلشون نکردن. و من میخوام یه شعر از فروغ بخونم به صورت تصادفی و امیدوارم که دوستش داشته باشید و مورد علاقتون باشه و یادتون نره نورهای کوچیکی که آدم‌ها برای ما سیاه کردن نشونه تولد ماه، نشونه اینه که بلد باشیم نورها رو از قلبمون راضی نگه داریم، از اینکه بلد باشیم به دستامون اعتماد کنیم واسه اینکه یه بار دیگه اون راهو بریم، یه بار دیگه بگیم که زندگی ادامه داره. زندگی اگر ادامه نداشت استخوان‌ها شکسته نمی‌شدن. آینه شکسته. دیروز به یاد تو آن عشق دلانگیز، بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم. در آینه بر صورت خود خیره شدم باز، عطر آوردم و بر سر و سینه فشاندم. چشمانم را ناز کنان سرمه کشاندم، افشان کردم زلفم را بر سر شانه. در کنج لبم خالی آهسته نشاندم، گفتم به خود آنگاه صد افسوس که او نیست، تا مات شود زین همه افسونگری و ناز. چون پیرهن سبز ببیند به تن من، با خنده بگوید که چه زیبا شده ای باز. او نیست که در مردمک چشم سیاهم، تا خیره شود عکس رخ خویش ببیند. این گیسوی افشان به چه کارم آید امشب، کو پنجه او تا که در آن خانه گزیند. من خیره به آیینه و او گوش به من داشت، گفتم که چه سان حل کنی این مشکل ما را.
بشکست و فغان کرد که از شرح غم خویش، ای زن چه بگویم که شکستی دل ما را. من عادت دارم وقتایی که کتاب میخونم بلد باشم خاطره اون آدمی که بودم و به این کتاب برگردونم. اون آدمی که این کتاب رو خوند و بعدها سالها بعد زیر نوشته هایی که نوشتم زندگی کنم. زیر اون خطایی که کشیدم نوشته باشم نوشتن و برای اون نوشتن سالهای زیادی زندگی کرده باشم و ادامه داشته باشم. فروغ یادتون میده. فروغ به همه یاد میده. فروغ با اون آدمایی که بهش اعتقاد ندارن، بهش اعتماد ندارن یا خیلی دوستش دارن یا حتی خیلی بارها بهش گوش دادن، این دوتا تناقض یاد میده. پارادوکس عجیبیه که من به گرفتار فروغ شدم و با غم فروغ فهمیدم که شعر همونقدر که زیبایی داره، همونقدر که با شما راه میاد برای دردهاتون، همونقدرم رنج داره. با خودتون فکر کردید چه رنجهایی رو شنیدید از قصه زندگی آدم ها که رنجشون مثل یه وزن بود، عروض بود و شما وقتی شنیدن اون شعر، وقتی اون قصه، به این یاد اومدید که اون داستان و اون شعر رنجه و هیچ شعری بدون رنج شعر نیست. خیلی متشکرم. امیدوارم که این ویدیو طولانی رو اگه دیدید که خیلی لذت ببرید. من با تمام قلبم این ویدیو رو دارم ضبط میکنم و دوستش دارم و امیدوارم شما هم دوستش بدارید. خیلی دوست دارم که کامنت بذارید و نظرتون رو به من بگید و اینکه مراقب دلتون باشید که شعرها از رنج به قلب نزدیک ترن.